همزمان خود همین روز با اشتراک نمایندگان واسطه‌های اخبار عموم نشست مطبوعاتی ریاست فرهنگ ولایت دایر گردیده. ضمن سخنرانی سردار ریاست فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت عاید به دستاوردهای ساحه، حالت کنونی مؤسسه‌های فرهنگی، اشتراک اهل فرهنگ ولایت در چاره‌بینی‌های با نفوذ ولایتی و جمهوری، کمک و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت در بنیاد و از نفسازی مؤسسه‌های فرهنگی و امثال آن ایستاده گذشت. همچنین تاکید گردید که فرهنگ چون پدیده بزرگ و ارزشمند و مؤثر روزگار اجتماعی در تاریخ و رشد معنوی جامعه معاصر پیوسته نقش نظر است می‌بازد. در دوران صاحب استقلالی کشور پهلوهای گوناگون فرهنگ ملی تجدید و تکانی تازه یافتند. توسط غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و خاصتا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در میقات جمهوری صدها مؤسسه‌های فرهنگی از جمله تئاترها، تالارهای کنسرتی، آثارخانه و کتابخانه، یادگاری‌های نادر تاریخی تعمیر و از نفسازی گردیده، ده‌ها بناهای زمانوی فرهنگی قامت افروختند. در ولایت سوق نیز چنین بنیادکاری‌ها طبق دستور سپارش و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وسعت تازه می‌گیرد. ضمن نمایندگان واسطه‌های اخبار با سوال‌های خود عاید به مسائل مراغ ظاهر کردهشان که فراگیری پهلوهای مختلف فعالیت اهل فرهنگ و مؤسسه‌های فرهنگی ولایت بود پاسخ گرفتند.